درود و سلام خدمت تک تک دوستای عزیز. امید که جور صحتمند و دور از گزند روزگار باشین. بنده زحل فسی هستم، Head of Country Ambassadors at International Afghan Students Association که یعنی مسئول سفیران کشورها در انجمن بین المللی دانشجویان افغان. و خرسند هستم که امروز به عنوان میزبان در یکی از برنامه های معلوماتی انجمن ما در خدمت تک تک شما دوستای نهایت عزیز قرار داریم. چنانچه که شما آگاه هستین که هدف انجمن بین المللی دانشجویان افغان از برگزاری چنین وبینارهای ای است که دانشجویان افغان از بورسه های بین المللی، از مهارت هایی که نیاز است و که موفقیت هایشان را در روند اپلای و آشناسازیشان با ای که بعضی دوستاست که تلاش میکنن اما نمیتونن برنده بورسیه ها شوند و به خاطر از این ما برندگان بورسیه و افراد با تجربه را دعوت میکنیم تا معلومات بتن و از تجربه شخصیشان را با ما شریک بسازن. و موضوع وبینار امروز ما راجع به چگونگی نوشتن انگیزه‌نامه یا موتیویشنال لیتر است که این مهم است که چگونه ما میتونیم یک موتیویشنال لیتر موثر و حرفه‌ای نوشته کنیم، به خاطر که انگیزه‌نامه یک از مهمترین بخشایی است که وقتی که ما میخوایم در یک دانشگاه درخواست بدهیم و برای شروع کردن یک برنامه تحصیلی یک انگیزه‌نامه مهم است، به خاطر که اما اهداف ما را، توانایی های ما را، علاقمندی های ما را و شایستگی های ما را میتونه به خوبی نشان بده. بعضی وقتا متاسفانه شاید ما بعضی از ویژگی ها و یا هم بعضی از استعدادهایی داریم اما متاسفانه شاید او را نتانیم که به شکلی که بخوایم او را بیان کنیم بیان کردن شاید نتانسته باشیم. به خاطر امی موضوع امروز خود را ما راجع به موتیویشنال لیتر انتخاب کردیم و ما افتخار از این داریم که مهمان ارزشمند و گرامی ما آقای مونس را در کنار ما داریم که ایشان چنانچه که از برنامه قبلی هم با ایشان آشنایت داریم که یک از برندگان بورسه دی یا داد است که در افغانستان به نام داد میشناسیم که ایشان در سال 2023 این بورسیه را اخذ کردن و امروز قرار است راجع به تجربیاتشان، معلومات ها و نکات کاربردی که کانسنتریشن ما از روی نوشته کردن انگیزه نامه است با ما شریک بسازن. و آقای مونس را تشکری میکنیم از اینکه دعوت ما را پذیرفتن و وقت گرانبهای خود را در خدمت ما قرار دادن و جهان سپاس. و فعلا هم با کمال احترام از آقای مونس دعوت میکنم تا پریزنتیشن خود را آغاز کنن. آقای مونس بفرمایید، وقت در اختیار شماست. سلام و درود خدمت تمام دوستای عزیز. خیلی تشکر خانم فسیحی عزیز از اینکه برنامه را به معرفی گرفتی، از اینکه ما را دعوت کردی و زحماتی در قسمت ترتیب و تنظیم این برنامه شما و تیم شما به خرج دادین. خیلی تشکر میکنم. بسیار خوش آمدید. دوباره من خوش آمدید میگم تمام دوستایی که در این قسمت ثبت نام کردن و خواهان معلومات و یا یکی علاقمندی بورسیه ها و خصوصا بورسیه آلمان است. من متخصصی همه بورسیه ها نیستم، البته متخصص هم نیستم. معلوماتی که دارم در قسمت بورسیه های آلمان با شما شریک میسازم. کسایی که در جلسه قبلی بودن شاید یک مقدار آشنایی با بک‌گراند ما داشته باشن. لازم است که یک مقدار از خودم معرفی کنم برای دوستا تا یکی بیشتر آشنا شویم. من داوود مونیس هستم. البته اسکولارشیپ های یک چند اسکولارشیپ گرفتیم. در بخش لیسانس هم بورسیه گرفته بودم. در کشور بنگلادش درس خواندیم. بعد بورسیه دی آدی را در سال 2020 گرفتیم تا 2023 درس خواندیم و سال 2023 ماستری خود در آلمان به اتمام رساندم. 2023 همچنان ما یک جایزه DAAD یا همی بورس آلمان رو دوباره ما گرفتیم در قسمتی که در خدمات داوطلب و همچنان اجتماعی که از سالهای بسیار زیادی ما انجام دادیم و خوشبختانه DAAD اینا را به پاس خدمات و امی کارهای داوطلبانه ما که سالها از زندگی، از اوایل زندگی ما، از کودکی حتی شروع میشه تا این زمان را ما ادامه میتونم. DAAD در سال 2023 برای ما یک جایزه دادن که من متشکر و ممنون او جایزه هستم.
و در اوایل امی سال 2026 ما خوشبختانه یکی از کارمندای DAAD هستم یا سازمان همکاری های آلمان. از بکگراند قبلی ما سالهای زیادی با GIZ یا دوستا شنیده باشن شاید که سازمان همکاری آلمان در افغانستان کار کردیم و همین مختصر از بکگراند و تحصیل و تجربه های ما است. امیدوار هستم ما بتونم در این قسمت برای دوستا کمک کنم تا اینکه افرادی که علاقمند بورسیه ها و فرصت های تحصیلی هستند بتونن به آلمان بیاین و درس های خود در دانشگاه های بسیار معتبر با کیفیت آلمان سپری کنند. از این جهت من بسیار خوشحال میشم و این معلومات جلسه های آگاهی دهی و معلومات دهی ما از سالهای بسیار زیاد جریان داره. ما با ارگان های مختلف از او جمله فعلا با IASA یا International Afghan Students Association کار میکنیم که برای دوستان معلومات میتیم. جلسه های آگاهی دهی در قسمت نوشتن انگیزه نامه و همچنان اگر ظرفیت بود، وقت بود و امکاناتش بود بعدا انشالله در بخش های دیگه هم همکاری خواهیم داشت. خب ای انش... بود از مختصر معرفی ما. خانم فصیحی اگر صفحه بعدی را مهم. شما سلاید بعدی را دور بزنین. خب در این جلسه امروز ما جلسه را طوری تنظیم کردیم که تنها و تنها روی موتیویشن لیتر صحبت کنیم. موتیویشن لیتر که در زبان ما به نام انگیزه نامه هم یاد میشه، یکی از سندهای مهم است. ما در جلسه قبلی اگر شما حضور داشته باشین یا حضور داشته بودین ما در قسمت معلومات دهی برای بورسی های آلمان صحبت کردیم. البته بازم برای شما امروز که اینجا حضور دارین دوباره تاکید میکنم که بورسی های آلمان فعلا پذیرش باز است. از اول جون یکی از پکیج های بورسی های آلمان شروع شده و تا اخیر ماه آگوست جریان داره. پکیج دوم و سوم به نام ایپوس و PPGG یا هلموت شمیت که یاد میشه همچنان در جریان است و پذیرش باز است. دوستایی که علاقمند ای بورسیه ها هستن آمادگیشان دارن، حتما درخواست بتن تا ای که فرصت ها از دست نره. به خاطر ای که اگر شما یک سال را از فرصت را از دست بتین، امسال اگر درخواست داده نتانین سال آینده درخواست بتین. یک سال حالا میگذره، سال بعدی اگر شما درخواست بتین شما تقریبا حدود 15 یا 14 ماه طول میکشه تا اینکه بتونین درس های خود شروع کنین و در کل اگر بسنجیم اگر شما امسال درخواست داده نتانین در حدود 2.5 سال یا بیشتر از 2 سال فاصله تحصیلی شما میشه. دیگه به او خاطر دوستایی که آماده هستن معیارهایشان را پوره میکنن امسال باید درخواست بدن. بازم ما اینجا دوباره تاکید کنم که ما درست است در سازمان DAAD کار میکنم ولی به شکل رسمی فعلا ما از موقف DAAD ای پریزنتیشن نمیتونم. آنچه که ما برای شما امروز میگم از جمله تجربه های ما یا معلومات های شخصی خودم است که در سالهای گذشته هم کسب کردیم و فعلا هم آنچه معلومات دارم مرتبط به خودم است. خب در جریان جلسه امروز ما روی این موضوعات بحث میکنیم. ما میگیم که موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه چی هست؟ شاید بعضی ها آشنایی داشته باشن ولی بعضی ها آشنایی به اون نداشته باشن. بعد ما میگیم که خصوصا در قسمت بورسیه های آلمان کی مسئول بررسی یا بازبینی ای اپلیکیشن یا درخواست شما هست. کی بورسیه ها را وقتی شما درخواست میتیم کی اپلیکیشن یا درخواست شما را میبینه. بعد
روی از این صحبت میکنیم که یک اسکالرشپ کمیتی یا کمیتی که میخواین برای شما بورسیه بیتن، اونا دنبال چی هستن، چی چیزا برای اونا معیار است. و بعدا برای شما توضیح خواهیم داد اینکه یک موتیویشن لیتر یا یک انگیزه نامه محتوایش از چی تشکیل شده، و دیگه اینکه شکل و تشکل و فرم یک موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه چگونه است. و در اخیر آنچه ما از سالهای گذشته که با دوستا به ارتباط بودیم، از تجربه های شخصیم که ما کسب کردیم، برای شما توصیه های خواهیم داشت که آنچه که مهم است باید انجام بدین و آنچه که مهم نیست، ضروری نیست و یا یکی شما نباید انجام بدین، اونا را نباید در قسمت موتیویشن لیتر انجام بدین. در اخیر ما بعضی مقایسه های خواهیم کرد با اینکه چگونه آدم بهتر موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه را نوشته کنه و از تجربه های بد، از جمله بندی های بد چگونه جلوگیری کنه. البته ظرفیت جلسه ما امروز ما این قدر است. خیلی شما هم توقعی از این نداشته باشین، من هم توقعی از این ندارم که خیلی با جزئیات پیشرفته بتونیم، به خاطر که نوشتن انگیزه نامه اگر خیلی با جزئیات پیش بریم جلسه های بسیار متعددی نیاز داره. به این دلیل امروز آنچه که مهم و ضروری است برای شما به عرض می رسانم. صفحه بعدی خانم فصیحی. خب دوستای عزیز، موتیویشن لیتر یکی از سند بسیار بسیار مهم است. کسایی که برای بورسیه ها درخواست میتن، اگر توجه روی موتیویشن لیتر نکنین، عامل میشه که شما را در یک بورسیه کامیاب نکنه. خیلی کسا خیلی وقتا هستن شکایت میکنه اینکه من نمراتم یکسان بود، نمرات تافلم حتی بالاتر از فلان نفر بود، اما چرا من نتانستم بورسیه رو بگیرم؟ دلیل اساسیش ای است که شما نتانستین خود پریزنت کنین یا خود برای بورسیه دهنده معرفی کنین. شما اگر از افغانستان در آلمان درخواست بتین، طبعا پهلوی شما کسی نیست که از شما پرسان کنه که شما کی هستین و چی انجام دادین و چی میخواین. شما در یک فاصله بسیار دور قرار دارین. به او اساس یک نماینده شما دارین که باید این حرف را، این معرفی را از طرف شما برای کمیته بورسیه بکنه. او نماینده به نام موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه یاد میشه. انگیزه نامه به جای شما صحبت میکنه، شما را معرفی میکنه و یک سند بسیار بسیار مهم است که ارتباط میده شما را با تمام زندگی شما، هدفهای زندگی شما. و همچنان موتیویشن لیتر چیزی است که اسنادهای شما را با همدیگه میتونه ادغام کنه، با همدیگه هماهنگ کنه. یعنی شما وقتی در جاهای کار کردین، در جاهای آموزش دیدین، تحصیل کردین، فقط در سی وی شما به شکل عنوان نوشته شده، به شکل تاریخ نوشته شده. اما اینکه شما بتانین این آموزش ها را، این ترینینگ ها را، این تحصیل را همه را با هم دیگر کنکت کنین و به ارتباط بتین و اینکه ارتباط بتین، او را شما تنها و تنها میتونین در همین موتیویشن لیتر انجام بدین. و آن دلیل موتیویشن لیتر خیلی یک سند مهم است و باید رویش توجه شود. توجه به این معنا که شما باید رویش وقت بگذارین، شما باید رویش هزینه کنین. تنها پول نیست هزینه، هزینه وقت است، هزینه انرژی است. شما باید روی موتیویشن لیتر وقت بگذارین، انرژی بگذارین و موتیویشن لیتر خود طوری تنظیم کنین که شما را برنده یک بورسیه بسازه. خب
در هر بورسیه شاید معیارها فرق میکنه. همه بورسیه ها یکسان نیست. کسایی که درخواست میتن باید اعلانات هر بورسیه را دقیق بخونه. ولی در قسمت DAAD یا دات، موتیویشن لیتر شما باید از 3 صفحه بیشتر نباشه. 1 صفحه یا 3 صفحه. البته توصیه من و مشوره من این است که موتیویشن لیتر شما حجمش زیاد نباشه. یعنی اگر شما بتانین در 2 صفحه موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه خود خلاصه کنین، خیلی عالی است. اگر بیشتر از 2 صفحه شوه، طبعا برای کسایی که در کمیته ارزیابی هستن مشکل میشه تا یکی تکس بسیار زیادی که شما نوشته کردین بخوانین و به او اساس علاقمندی را از دست میتن و احتمال ای هم وجود داره که اپلیکیشن یا درخواست شما را یک طرف وانه. خب آمدیم روی ای که محتوای یک موتیویشن لیتر چی است. موتیویشن لیتر، قسمی که گفتم قبلا، چیزی است یا سندی است که برای شما سخن میگه و این شامل پرسونال جرنی است، یا شما در زندگی خود در مسیری که فعلا روان هستین چی دستاوردهایی داشتین، چی چیزهایی کسب کردین و همچنان شما در آینده چی میخواین، چی انجام بدین، در کدام رشته درس میخوانین و در پهلویش در آینده چی میخواین انجام بدین. این که انجام بدین هم باید شما مشخص کنین که در آینده از نگاه تحصیلی چی میخواین، از نگاه تغییراتی که شما در اجتماع در کشور خود، در منطقه خود یا در دفتر خود میارید، باید در این موتیویشن لیتر ذکر کنین. خب بعدا باز با یک مقدار با جزئیات بیشتر روی محتوای موتیویشن لیتر صحبت میکنیم. فعلا شما به خاطر اینکه یک موتیویشن لیتر خوب نوشته کنین، شما باید بفهمین که این موتیویشن لیتر دست کی میافته و کی هست که این انگیزه نامه شما را بررسی میکنه یا میخونه. در قسمت DAAD، در سازمان DAAD، کارمندایی که در دفتر DAAD کار میکنن و این بورسیه ها را تنظیم میکنن اصلا نمیتونه در قسمت انتخاب شما رأی بده. یعنی کارمندای DAAD هیچ ارتباطی با انتخاب شما نداره. پس کی است که شما را انتخاب میکنه؟ او شامل یک کمیته است. این کمیته شامل استادای دانشگاه ها است. وقتی استادای دانشگاه ها میگیم، شامل استادای دانشگاه های آلمان و همچنان لوکل یا محلی شما هم میشه. البته در افغانستان فعلا ارتباط ها قطع است و ارتباطی وجود نداره که DAAD بتونه کمیته ای را در افغانستان تشکیل بده از استادایی که داخل افغانستان است. ولی کشورهای دیگه این امکانات وجود داره که DAAD میتونه کمیته های محلی را تشکیل بده تا اینکه اسناد شما را بررسی کنه. ولی فعلا شما طوری در نظر بگیرین که تمام اسنادهای شما یا پکیج یا بسته درخواستی شما توسط استادای آلمان یا کمیته هایی که در آلمان است بررسی میشه. خب یکی از اعضاهای کمیته ها میتونه استادای دانشگاه های آلمان باشه. در قسمت دوم کسایی هم هستن که ریسرچر هستن، محقق هستن، تحقیق میکنن و دانشمند هستن. اینا هستن که اسنادهای شما رو بررسی میکنن. و همچنان کسایی هم هستن که DAAD lecturers است. یعنی در DAAD، در سازمان DAAD کسایی ما هم داریم که در دانشگاه ها به عنوان استاد مقرر هستن
و از طرف دعاده تمویل میشه. به او صورت او کسا هم مسئول بررسی بسته درخواستی بورسی شما است. حالا وقتی مشخص میشه که کی اسناد شما را یا امی انگیزه نامه شما را بررسی میکنه، شما باید بفهمین که موتیویشن لیتر خود چگونه باید تنظیم کنه. بعدا رویش خواهیم صحبت کرد، ولی فعلا آنچه میگم ای است که ما تا جایی که تجربه هایم میگه دوستای بسیار زیادی برای ما موتیویشن لیتر خود اسنادهای خود روان میکنه. ما خیلی ها را خوشبختانه تانستیم که موتیویشن لیترشان را ریویو کنم. مشکل اساسی که ما در قسمت موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه میبینم و ای است که خیلی های ما فکر میکنیم که اگر ما موتیویشن لیتر خود بسیار زیاد بولد کنیم، هایلایت کنیم، عنوانهای بیشتر بتیم، چیزهای بسیار غلو کنیم داخلش، اینا بسیار جالب معلوم میشه. البته کسایی که ما در مکتب بودیم زمانی که کودک بودیم اینا بر ما جالب معلوم میشد. ولی کسایی که استادای دانشگاه ها هستند، محققین و دانشمندان هستند، لکچررز یا همچنان استادای دانشگاه هستند، اینا سالهای زیادی روی تحقیق و تحقیقات علمی و رسمی کار کردن و به او اساس با تکست بوک ها یا کتاب ها بسیار زیاد آشنایی دارن و کتاب های علمی، نوشتارهای علمی رو وقتی شما ببینین از هایلایت کردن و از بولد کردن و از اگزیجریشن یا غلو کردن به دور است. به او خاطر شما یکی از اساسی ترین نکاتی که باید در نظر بگیرین ای است که شما باید فکر کنین که این موتیویشن لیتر به دست دانشمندا و محققین و استادای دانشگاه میرسه. البته استاد دانشگاه وقتی میگم واقعا استاد دانشگاه هستن. ما فرض نکنیم داخل افغانستان هم ما استاد دانشگاه های بسیار خوبی داریم، بسیار خوبی. البته بعضی هایشان هستن که استادای بسیار بد هم داره متاسفانه. و این کسایی که در کمیته بررسی یک بورس هستن حتما کسایی هستن که چیزایی میفهمن و چیزایی از خود دارن. به او اساس شما باید موتیویشن لیتر شما را خود علمی بسازین. یعنی اکادمیک رایتینگ را شما باید بلد باشین، نوشتن علمی را شما باید بلد باشین. وقتی شما یک پیپر، ریسرچ پیپر را میخوانین در داخلش هیچ وقت بولد نشده، هایلایت نشده، از فونت های بسیار کلان استفاده نشده، فونت بسیار نرمال داره، بولد نیست با جز از عنوان های بسیار کوچک که بولد است و محدود، بولد زیاد نمیشه و هر نوشتار علمی که صورت میگیره با اسناد و با منبع است. شما وقتی داخل از این انگیزه نامه خود یک چیز را نوشته میکنین، یک ادعا میکنین، او را باید ثابت کنین که این منبع از کجا کردین. این چیز باید متوجه باشه. خب حالا ببینیم که اینالی یک کمیته بورسیه دنبال چی است. پیشتر ما گفتیم کمیته بورسیه یا در دعاده کی هستند؟ شامل استادای دانشگاه هستند و محققین هستند. این رو به یاد داشته باشین. اینا دنبال چی است؟ شما اصلا باید فکر کنین خود شما اگر شما مثلا 50,000 یورو را روی یک فرد هزینه کنین دنبال چی میگردین؟ دنبال کسی میگردین که او فقط از مکتب فارغ شده، از لیسانس فارغ شده، یک جای دو جای آموزش دیده، یا نه دنبال کسی میگردیم که او انکشاف کرده. وقتی از زمان کودکی او شما بررسی کنین ببینین جریان زندگی یا ای آدم را، و آدم کسی است که انکشاف کرده و این را شما باید ثابت بسازین. چگونه ثابت میسازین؟ مثلا شما در موتیویشن لیتر خود نوشته میکنین، مثلا این مثال های بسیار زیادی وجود داره. شما وقتی در یک دانشگاه غریبه هند و
یک کشور دیگه مثل عربستان سعودی و مثل ترکیه وارد یک دانشگاه میشین، در سمستر اول نمرات بسیار بد دارن. فیصدی نمرات شما مثلا 55% که شما شدین کامیاب، ولی در سمسترهای بعدی شما رشد کردین، از 55% به 60% رفته، 70%، 80%، و در اخیر وقتی شما فارغ شدین 95% یا 99% نمراتی سمستر داره. این شما در سی وی تان در جای دیگه نوشته نمیتونین. این باید شما در کجا نوشته کنین؟ در انگیزه نامه باید نوشته کنین. وقتی استاد را شما برای استادان و محققین وقتی شما نشان میتین که یک مسیر از پایین به بالا دارین، یک نکته بسیار کلیدی و مثبت است. استادا فکر میکنه، کمیته فکر میکنه این آدم ظرفیت انکشاف و تکامل داره، این آدم ظرفیت ایره داره که یاد بگیره، بیاموزه، از محیط نو بیاموزه، از دانشگاه نو بیاموزه، و این آدم کسی است که فردا میتونه در اجتماع تغییرات بیاره. به او اساس شما باید توجه شما روی این نباشه که همیشه نشان بتین. من وقتی موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه خیلی دوستا رو میخوانم، ای از ما کوشش میکنیم که خود پرفکت یا کامل نشان بدیم در سی وی. هیچ مشکلی نداشتیم، اصلا واقعی نیست. من هزار مشکل دارم، شما هزار مشکل دارین. کمیته ای که اسنادا رو بررسی میکنه میبینه که این آدم آیا خود به شکل پرفکت و کامل برای ما نشان میده، یا ای که این نواقصی داره و دنبال ای است که این نواقص خود رفع کنه. به او دلیل این میخواد ماستری بخونه، به او خاطر این میخواد ماستری خود در افغانستان یا در پاکستان نخونه، در آلمان بخونه، به خاطر که ایده های بسیار بلند داره. شما از زندگی خود در قسمت انگیزه نامه باید حتما از چالش ها که در زندگی شما بوده و شما از او چالش ها سر بیرون آوردین، خود کشیدین بالا، از او چالش ها عبور کردین، باید چیزایی یادداشت کنین، چیزایی باید بنویسین. باید همچنان در سی وی در موتیویشن لیتر خود ذکر کنین که در جای اصلا کسایی که محققین هستن، دانشمندان هستن، من نمیتونم فکر کل مردم رو بخوانم، شاید خیلی آدمای بدم باشه، خیلی آدمایی باشن که مغزشان هم بسته باشن، ولی در کل کسایی که دانشمند هستن اونا دنبال یک خلا در یک جای هست، میخواین او خلا رو ببینن که چگونه پر میشه، دنبال یک چالش است، میبینن که این چالش چگونه حل میشه، به او خاطر اونا تحقیق میکنن و روی موتیویشن لیتر شما هم به شکل سوال نگاه میکنه. همیشه شما باید از لحظاتی در انگیزه نامه خود صحبت کنین که شما را سوق داده، انگیزه داده که ای ابدی شوه و ای ماندگار شوه. مثلا شما در مکتب یک زمان اگر یک 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 حالت بوده که شما از او یاد گرفتین و این دنبال کردین، به یک پروژه تبدیل کردین و حتی در دانشگاه رویش کار کردین، این میتونه خیلی مثبت باشه. یکی از مثال ها مثلا شما اگر فرض کنیم در یک جای زندگی میکنین، در یک قریه، اگر او است، مثلا بچهای خورد یا زمانی که ما خورد بودیم میرفتیم از او یک توربین میساختیم، توربینی که میچرخه و تمام برق یا جنراتور از مکانیزم برق تولید میکنه. ما میرفتیم مثلا فرض کنیم کچالو یا هر چیزی که گیر میکردیم این به شکل یک توربین و پرمانند جور میکردیم و در مسیر او قرار میدادیم و این میچرخید، روزهای روز میچرخید. بالاخره همون زمان من به این فکر بودم که
برق چگونه تولید میشه. من فهمیدم در اون زمان که برق از همین مکانیزم فیزیکی یا مکانیکی تولید میشه. وقتی مغناطیس با همدیگر تماس میکنه و بالاخره برق تولید میکنه. شما هم حتما در زندگی خود در جریان مکتب و دانشگاه در هر جایی که بوده باشین، همین رقم یک ترنینگ پوینت، یک چلنج در زندگی خود داشتین که او رو باید بروز بتین و این سبب این شده که شما لیسانس خود در این مسیر بخوانین، در همین مسیر کار کنین و فعلا ماستری خود در این قسمت بخوانین. همین رقم نکات در زندگی خود پیدا کنین. البته کاپی و پیست نکنین از جاهای. هر کس در زندگی خود یک چیزی حتما داره که شما را سوق داده تا یکی لیسانس بخوانین. شما فعلا کلتان که اینجا 35 نفری حضور داریم حتما لیسانس داریم یا یکی در مسیر کسب لیسانس هستیم. به او دلیل در زندگی شما حتما یک ترنینگ پوینت، یک نکته بوده که شما را سوق داده تا اینکه لیسانس بخوانید در امی رشته و در آینده هم بخواهید در ماستری خود روی همین رشته کار کنید. خب این خیلی مهم است. چیز دیگه ای که شما در موتیویشن لیتر خود باید حتما ذکر کنین و متوجهش باشین ای است که کمیته دنبال ای است که ببینه که همین موتیویشن لیتر شما واضح هست یا نیست. این شما را ثابت میکنه که شما یک آدمی واضح هستین یا نیستین. شما یک مغز پاک و صفا دارین یا ندارین. ما خیلی کسا رو داریم که خیلی خوب فکر میکنن، روشن است، ازش اگر سوال کنی دقیقا همون جواب میده. ولی شما هم دیدین کسایی هم هستن وقتی یک سوال میکنیم، وقتی ما از ده میگیم او از کو صحبت میکنه، وقتی ما از کو پرسان میکنیم او از ده صحبت میکنه، از درخت میگه. و او اساس شما باید موتیویشن لیتر خود کلیر، واضح بسازیم. هر جمله های شما دقیقا معنای را برسانه که شما میخواهید. پاراگراف های شما هر کدامش باید روی یک موضوع توجه داشته باشه، روی یک موضوع بپیچه. نه اینکه شما 4-5 موضوع را در یک پاراگراف بیارین میکس کنین، وقتی کمیته ای رو میخوانه نمیفهمه این آدم دنبال چی است، اصلا چی نوشته کرده. شما باید دقیق توضیح بدین که چرا میخواین امی رشته رو بخوانین و چرا میخواین امیال بخوانین. چرا 10 سال بعد نی؟ چرا 5 سال بعد نی؟ یا یکی چرا 5 سال قبل نی؟ 10 سال قبل نی؟ 2 سال قبل نی؟ چرا؟ شما باید توضیح بدین. خب در اینجا باید چیزی که مهم است اویی است که شما ظرفیت خود در اینجا نمایش بدین در قسمت موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه، که اگر شما فرصت به دست بیارین، بورسیه را به دست بیارین، شما از این چگونه استفاده میکنین، چی میشین در آینده، چی تغییراتی در اجتماع میارین و این 50,000 یورو یا 70,000 یورویی که روی شما مصرف میشه چی ایمپکت داره، چی بازخورد فردا داره برای جامعه و خصوصا برای بورسیه دهنده، چی فایده داره، چی سود داره. شما باید این طور فکر کنین. همیشه وقتی انگیزه نامه را آدم نوشته میکنه از نگاه کمیته بررسی کننده باید شما نوشته کنین. شما اصلا باید او رو بخوانین، هدفهایشان رو بخوانین که دنبال چی هستن. در هر بورسیه توضیح داده میشه. اگر بورسیه های DAAD رو شما بخوانین اعلاناتش دقیقا توضیح داده شده که دنبال چی هستن. مثلا کسایی که اگر در جلسه قبلی بودین بخش ایپوس را در نظر بگیریم یا Development Related Scholarship، بورسیه انکشافی آلمان را اگر در نظر بگیرین، دنبال کسایی هستند که در بخش انکشاف فعال بودن، کار کردن و در بخش انکشافی اینا فردا تغییراتی هم آورده میتونن.
انکشاف داده میتونن یک منطقه را، یک کار را. شما باید بفهمین در بخش هلموت شمیت، شما باید بفهمین که توجهشان روی رهبری است، روی رهبرای جامعه است، روی رهبرای آینده است و باید اونا بفهمن که شما ظرفیت ایره دارین که رهبر شوید. چیز دیگه که در موتیویشن لیتر مهم است و این است که باید شما صادق باشین. خیلی ها از جاهای کاپی میکنن، از دوستای خود موتیویشن لیتر ها را جمع میکنن، یک جمله را ازی بگیر، یک پاراگراف را ازو بگیر و سر هم کو بالاخره میبینی که این پاراگراف ها با هم دیگه ارتباط نداره. موتیویشن لیتر آدم باید طوری تنظیم شود که مثل یک قصه باشه، جالب باشه، جذاب باشه. کتابای قصه را اگر شما دیده باشین، خیلی کتابای قصه بسیار زیاد است. خیلی از کتابای قصه یا داستان شاید کتابایی باشن که حتی 100 نفر تا هنوز نخواندن رو. ولی کتابای قصه یا داستان هم هستن که تغییرات بسیار کلانی را در زندگی بشر در دنیا آوردن. دوستان میشه که میوت کنین به خاطر جلو. بله. آقای حکمت سعیدی به نظرم که مایکش باز است. آقای سعیدی اگر امکانش باشه میشه میوت کنین خودتانه. let me mute you. خب مهم. داستان کتابای قصه رو گفتیم. موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه شما باید جالب و جذاب باشه که یک خواننده از اول وقتیش پاراگراف یا جمله اول شما رو میخوانه باید تا اخیر پیش بره. خب باید مثل یک داستان باشه. کتابایی که شما کتابای داستان را که خوانده باشین، وقتی کتاب داستان را که باز میکنین اگر کتاب جالب باشه، شما صفحه اوله که بخوانین دنبال ای هستین که صفحه دوم رو هم بخوانین. صفحه دوم که میخوانین جلب توجه میشه که صفحه سوم رو حتما باید بخوانین. همین قسم هر چقدر که کتاب خوانده برین، توجه شما به این کتاب زیادتر شده میره و داستان جالبتر شده میره تا اینکه به آخر کتاب برسین. وقتی به آخر کتاب میرسین احساس میکنین کاش کتاب ادامه میداشت. و او خاطر دنبال نسخه های بعدی کتاب میمانین. اگر نسخه بعدی کتاب از چاپ برای اولین کس شاید شما باشین که کتاب خریدین. به او خاطر وقتی یک کتاب داستان به او حد جالب میشه، موتیویشن لیتر شما یا انگیزه نامه شما که 2 صفحه است، این هم باید جالب نوشته شود. شما طوری روان نوشته کنین، قصه های زندگی خود طوری درج ای کنین که برای خواننده بسیار جالب تمام شود و وقتی جمله اول میخوانه تا جمله آخر رو بخوانه و برای شما بورسیه بیته. خیلی مهم است. خب اینا رو گفتیم که موتیویشن لیتر بسیار باید جالب نوشته شود. شما باید در موتیویشن لیتر حتما طوری نوشته کنین که گذشته خود آنچه که در گذشته انجام دادین از مکتب گرفته تا دوران لیسانس و اینا، با حالی که شما فعلا هستین چی کارهای انجام میتین، در کجا کار میکنین، کجا درس میخوانین، چی میکنین، اینا را به ارتباط بسازین و همچنان کل اینا را با آینده خود، در آینده چی میخواین درس بخوانین و اینکه وقتی شما ماستری بخوانین چی تغییراتی را اول در زندگی خود، دوم در زندگی اجتماع میارین. این را باید شما نوشته کنین. خب شما ببینین من پیشتر گفتم که وقتی شما برای هر بورسیه درخواست میتین باید معیارها و روش‌هایی که اونا در اعلانات بورسیه گفتن رویش توجه کنید. مثلا اینی قسمت که این سفره که من برای شما آوردم
از خود اعلان DAAD است که گفته باید موتیویشن لیتر شما دارای اینی محتوا باشد. در اینجا شما را گفته باید facts about your education skills and knowledge را باید نوشته کنید. این تنها باید عنوانایی نباشه که شما خواندین، لیسانس خود در اینجا خواندین، فلان ترینینگ را انجام دادین. شما باید از هر کدامشان باید داستان بسازین و اونمو پتانسیل یا ظرفیتی انکشافی که شما داشتین در اونجا نشان بدین. وقتی لیسانس شما به دست آوردین، با اون لیسانس چی کار کردین شما اصلا؟ یا در جریان خواندن، درس خواندن در دوره لیسانس شما چی تغییرات را آوردین؟ شما چی انکشاف هایی داشتین؟ پروژه هایی که در اونجا کار کردین چی بودن؟ باز ای که چی بودن تنها عنوان است. باید با جزئیات در اونجا رویش تمرکز کنین که هر پروژه یا کاری که شما یا فعالیتی که شما در جریان درس لیسانس خود انجام دادین مشخصاً چی تغییرات را آورده و چرا این مهم بوده باید نوشته کنین. ما یادم است یکی از کسایی بودن که مثلا یک مونوگراف در افغانستان ما میگیم مونوگراف نوشته کردن. در افغانستان مونوگراف طوری است که آدم میتونه از کتابا چیزایی بخونه و سر هم کنه و بالاخره میشه مونوگراف، یعنی چیزی تحقیقی نیست. ولی این آدم کسی بوده که واقعا در اونجا تحقیق انجام داده. مواد را سر هم نکرده از کتابای مختلف، از منابع مختلف، بلکه یک تحقیق را اندازی کرده. ولی ای که ای گفته بود در موتیویشن لیتر یا در انگیزه نامه که ای تحقیق را انجام داده، گفته بود که ما به شکل کیفی و کمی ای تحقیق را انجام دادیم یا کوالیتیتیف و کوانتیتیتیف انجام دادیم. اینالی گبی است که کسایی که خانم فسی خب کسایی که دانشمند هستن اونا 100% میفهمن که کوالیتیتیو و کوانتیتیتیو ریسرچ چی است. ولی ای که شما با ای کوانتیتیتیو و کوالیتیتیو چی تغییراتی آوردین و چرای کدام چالش هایی بودن که شما برای ما گفتین که ای تحقیق را از طریق کوالیتیتیو یا کیفی و یا یکی کمی کوانتیتیتیو انجام دادین، ای چی چالش یا چالش را روبروی شما قرار داده بود؟ چرا باید این را انجام بدین؟ باید در اونجا توضیح داده شود. در چه شرایطهای سخت شما این کار انجام دادین؟ در شرایطی که فرض کنیم کسی آگاهی از نوشتن یک تحقیق علمی نداشتن، ولی شما تنها کسی بودین که کار انجام دادین. شما کتابای بسیار زیاده در این بخش خواندین و بالاخره نتیجه این کارش ای پیما در یکی از ژورنال های معتبر محلی یا بین المللی پخش شود. آدم باید به این طور آدم باید دقیق مثال بده. به او خاطر شما دوباره خواسته شده که اکادمیک موتیویشن خوده در اینجا باید رویش توجه کنین، روی موتیویشن لیتر خود، که شما چرا اصلا اینمی پروگرامی که در ماستری میخواین بخوانین، چرا میخواین این رو بخوانین؟ اصلا شما لیسانس خود دارین، چرا ماستری شما رو کمک میکنه؟ برای کسایی که در کمیته های بورسی هستن طبعا این سوال به وجود میاد. این نفر واقعا دنبال ازی است که با این ماستری خود یک خلار کوشش بده
یا ای که فقط ماستری میخوانه، فقط عنوان کسب میکنه، فقط اچیومنت داره. خلاص آدم باید وقتی ماستری میخوانه دنبال ای باشه که یک مشکل را در یک اجتماع، در محل کار خود، در یک جایی که مصروف هستن حل کنه. ماستری اکثرا محتوایش شما هم شاید آگاهی داشته باشین که اکثریت محتوایش یعنی اورینت آدم طوری تنظیم میشه که طرف ریسرچ یا تحقیق پیش بره. از ماستری که عبور کردیم دکترا مکمل تحقیق است. باید آدم مسیر تحقیق بگیره. ولی که شما ماستری میخوانین درست است که علمیت شما زیاد میشه ولی یک بخشش همچنان تحقیق است. شما باید توجه کنین که با این ماستری خود، با این تحقیق که شما انجام میتین، با این پروژه‌ای که شما پیش رو دارین، چی تغییراتی پس در اجتماع خود آورده میتونین، چی چیز را شما کم دارین. خب حالا نه وقت زیاد نداریم، کمی سریع باید پیش بریم. حالا ساختار یک موتیویشن لیتر از 4 بخش اساسی به نظر من باید تشکیل شود. بخش اول شامل معرفی است. شما باید نویسنده را، خواننده را در اینمی نقطه باید جذب کنیم. بعدا میرم محتوا یا بدنه از این موتیویشن لیتر. بدنه به نظر من شامل 2 بخش باید شود. یکی ای است که شما موتیو یا انگیزه خود اول تشریح کنین، یعنی پلانای آینده خود، علاقمندی های خود باید تشریح کنین. بعد در این قسمت این علاقمندی ها را با امو گذشته خود که شامل مهارت های شما است، شامل تجربه های شما است، اینا را به ارتباط بسازیم که این شامل بدنه سوم امی انگیزه نامه میشه. در قسمت سوم خیلی مهم است که شما باید توضیح بدین که کدام مهارت ها را شما دارین و اینا را از کجاها کسب کردین، چگونه کسب کردین. اینا را باید شما یادآوری کنین، نوشته کنین. شما باید متوجه باشین انگیزه نامه چیزی است که CV نیست، یعنی مکمل CV است. CV شما را کامل می سازه. در CV شما عنوانای تحصیلی در هر جایی که تحصیل کردین، آموزش دیدین، اینا را ذکر میکنین. شما باید در انگیزه نامه بیشتر از او توضیح بدین، اونا را بیشتر توضیح بدین، وضاحت بدین. پیشتر مثال زدیم که در جریان لیسانس شما نمرات شما بسیار پایین بود، در اخیر نمرات شما بسیار بالا رفت. این را شما نمیتونین در CV خود نوشته کنین. اگر نوشته کنین هم شاید کسی هم متوجه هم نشه. ولی این جایی که نوشته میتونین او در موتیویشن لیتر است که شما باید در اونجا نوشته کنین. چیز دیگه که مهم است در بدنه انگیزه نامه شما و ای است که باید عمومی صحبت نکنین. عمومی مثلا ای که شما فرض کنین در بخش اقتصاد درس میخوانین، گفتین من لیسانس در بخش اقتصاد دارم، کارم در بخش اقتصاد کردین، فردا من میخوایم مشکل اقتصاد افغانستان حل کنم. این میجربل نیست، این قابل اندازه‌گیری نیست. مشکل اقتصادی افغانستان را یک فرد حل نمیتونه. شما باید میجربل صحبت کنین. بگوین در کجا، در اداره که فعلا شاید مصروف باشین یا یک اداره که در آینده میخواین کار کنین، در او اداره دقیقا صحبت کنین که در کدام قسمتی حتی او اداره شما میخواین تغییرات بیارین. اگر یه مثالای از گذشته خود میزنین در قسمت ای که شما چی کارهای انجام دادین، نباید صحبت کنین که ما مشکل اقتصادی
شهر کابل را حل کردم. امکان نداره. شما باید مثال های حقیقی و قابل اندازه‌گیری بزنید. مثلا شما یک زمان در یک جلسه حتی یک نظر دادین و این نظر سبب ای شده که از این نظر شما یک تغییرات در یک اداره به وجود بیاد. این میتونه در قسمت اقتصاد باشه، میتونه در بخش انجینیری باشه، میتونه در هر بخش باشه. شما باید حقیقی صحبت کنین، دقیقا مثال بزنین. خیلی مهم ای است که در انگیزه‌نامه باید مثال زده شود، دقیقا صحبت شود که شما چی کارا را دقیقا انجام داده. چون انسان میخوانه و خصوصا کسایی هستند که دانشمند هستند و این آدما دنبال علاقمندی هستند که شما بسیار مشخص و کانکریت صحبت کنید. چیز دیگه ای که مهم است در انگیزه‌نامه ای است که باید انسان ها خیلی تجربه های در زندگی داره، در هر بخش زندگی. ما که سیاست بلد نیستم، در بخش سیاست هم تجربه دارم. ما که در بخش طب درس نخواندیم، تخصص ندارم، در بخش طب هم در بعضی جاها تجربه دارم. هر فرد همین قسم تجربه های بسیار زیادی در زندگی دارن، ولی نباید کل اینا را شما در انگیزه نامه نوشته کنید. شما باید چیزی را نوشته کنین که هدف ای بورسیه است. یعنی در ماستری شما میخواین امو رو بخوانین و اونمو چیز را شما اونمو رشته را، همو کورس را شما با آینده خود به ارتباط بسازین. یعنی با مهارت هایی که شما کسب کردین، با تجربه هایی که شما کسب کردین، او چیزایی که شما مرتبط به همی است در یه انگیزه نامه بیارین. خیلی ها از جاهای صحبت میکنن که اصلا ربط به انگیزه نامه نداره، به همو هدف آموزشیش نداره، به همو کورسایی که میخواین در آینده بخونن ربط نداره. به او اساس علاقمندی کسی که این انگیزه نامه رو میخونه کم میشه و احتمال ازی داره که شما کامیاب نشین. باید وقتی شما در پاراگراف اولی مربوط اینترودکشن است، شما وقتی خود معرفی میکنین که من یعنی آدم هستم، من یعنی زمان یک کاری یک جرقه در زندگی من پیش آمد که این سبب ای شد من لیسانس بخوانم، این سبب ای شد که من در امی بخش کار کنم و این سبب ای شد که من فعلا ماستری خود در آلمان بخوانم یا در جای دیگه بخوانم. شما اینا را باید با هم دیگه ارتباط بدین. یعنی نمیشه که شما فرض کنین در بخش سیویل انجینیری ساختمانی میخواین درس بخوانین ولی در اقتصاد یک کاری کردین، یک تجربه در بخش اقتصادی دارین، از این مثال بزنیم، هیچ ربط نداره اصلا. این باید توجه داشته باشه. خب در بخش آخری انگیزه نامه شما 4 بخش گفتم انگیزه نامه باید داشته باشه. در بخش آخری شما باید توضیح بدین که چرا این اسکالرشیپ یا بورسیه برای شما مهم است، چرا این شما را کمک میکنه. باید بگوین، کمیته باید این را بفهمه و در اینجا خصوصا باید همو هدف بورسیه را دقیقا بفهمین. هدفش وقتی که میگم مثلا هلموت شمیت یا بورسیه رهبری، شما باید در اونجا باید توضیح بدین که لیسانس نمیتونه شما را در اینجا کمک کنه. تا یک شما ماستری نگرفتین نمیتونین شما در جامعه رهبری کنین. میتونین رهبری کنین ولی ضعیف هستین. و چرا در آلمان میخواین درس بخوانین اصلا؟ اینا رو فکر کنین، خود شما میتونین بسیار جوابای خوب پیدا کنین. اگر در افغانستان قرار دارین، در افغانستان هستین، دختر هستین، خانم هستین، اشاره کنین این موضوعات رو. اگر پسر هستین هم از کیفیت درسایی که در افغانستان وجود داره هم باید بگوین که ماستری در افغانستان شما کمک نمیکنه.
در پاکستان اگر شما هستین کمک نمیکنه. به او خاطر من میخوایم که توسط بورسیه ایدئالی در آلمان درس بخوانم و این سبب این میشه که من رشد کنم، ترقی کنم و فردا بتونم تغییراتی که من میخوایم در اجتماع خود بیارم. خب اینا در این قسمت صحبت ها را روی انگیزه نامه کردیم تا جایی که مهم بودن. ما مشوره هایی که برای دوستا دارم اینجا یادداشت کردیم که از دو قسمت تشکیل میشه. یکی آنچه شما باید انجام نتین، 100% انجام نتین در قسمت نوشتن انگیزه نامه، و اینکه بخش دیگه که شما باید انجام بتین. آنچه انجام نتین ای است که خیلی کسا حتی با ما به تماس میشن که شما امو موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه خود برای ما روان کنین تا ما از روی او نوشته کنم. این درست است، کمک میکنه آدم را، یک نظر، یک آیدیا میته که نفر دیگر چگونه نوشته کرده. ولی شما طوری نشه که این محتوا را کپی کنین و کمی متن تا و بالا کنین، بالاخره همین قسم شما برنده یک بورسیه شوید. امکان نداره. شما باید از خود نوشته کنین. پیشتر ما گفتم که داستان زندگی خود، داستان زندگی، داستان علمی خود، سفر زندگی خود در انگیزه نامه خود شما نوشته کنین. ورق بگیرین، یادداشت کنین از اول. turning point، نقطه ای که شما را به یک سو، به یک جای سوق داد، یادداشت کنین. بعد کدام تجربه ها با اینمی نقطه به ارتباط است، زیرش نوشته کنین. کدام آموزش ها یا ترینینگ هایی که شما گرفتین با ای به ارتباط است، نوشته کنین. کدام تغییراتی که در زندگی شخصی خود شما آوردین به ای به ارتباط است، یادداشت کنین. کدام اکسترا کاریکولر اکتیویتیز یا فعالیت های بیرون صنفی و بیرون دانشگاه و مکتب و اینا را که شما در زندگی انجام دادین که با اینمی رشته و کورس به ارتباط است، یادداشت کنین. بعداً شما چرا میخواین بورسیه بگیرین و او بورسیه دیعاده باشه یا چیونینگ باشه یا هر بورسیه دیگه، چی دلیل وجود داره که شما را کمک کنه، یادداشت کنین. همه اینا رو وقتی یادداشت کردین بعداً جمله بندی کنین. خود شما، فرق نداره انگلیسی شما ضعیف است، حالا فعلا خوب AI یا هوش مصنوعی خیلی انکشاف کرده. شما اگر حتی آدم زبان خود نوشته کنین، در پشتو نوشته کنین، فارسی نوشته کنین، در هر زبانی که نوشته میکنین، از چت جی پی تی و اینا کمک بگیرین، حتما یک متن بهتر برای شما میده. بعد شما این متن انکشاف بتین. پیشتر ما گفتیم که روی موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه خود باید شما هزینه کنین. هزینه پولم تنها نمیشه، پولم هزینه کنین، یک مقدار کمی پولم هزینه کنین. مثلا اگر یک آدم بسیار با تجربه و در یک جایی میبینین که او درسته موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه رو بررسی میکنه، اگر از توانایی شما است، ارزش را داره که برای او آدم یک مقدار فیس هم بدین، چون او آدم هم در قسمت کار میکنه، هزینه میکنه. و اگر نه، با دوستای خود شریک بسازین، با همه دوستایی که دارین در اطراف خود. بعدا با کسایی که میشناسین، با تجربه هستن، شریک بسازین. با استادایی که به ارتباط بودین یا هستین شریک بسازین. دیگه یک متن در اخیر، یک متن بسیار قشنگ به وجود میاد، من مطمئن هستم. چیزی بسیار کلان نیست. یک انگیزه نامه چیزی بسیار سختم نیست، هر کس میتونه ایره نوشته کنه، ولی باید رویش بسیار کار کنید. انسان طوری از وقتی خودی آدم یک چیز نوشته میکنه، یک کار انجام میده، متوجه نمیشه که چیش اشتباه انجام دادم.
وقتی شما این رو به دوستتان میتین، حتما او میفهمه، ولو انگلیسیش خوب نباشه، هر مشکلی که باشه، حتما در یک جای از 10 تا نظر 2 تایش یا 3 تایش خیلی مفید است برای شما. شما نباید همون 10 تا نظری که دوست شما داده، حتی استاد دانشگاه داده، حتی کسایی که تخصص در این بخش دارن نظر داده، کلش نباید بگیرین. اونایی را بگیرین که واقعا میفهمین شما اشتباه کردین و اونا درست گفتن. دیگه به او خاطر من میگم که کپی پیست نکنین. یک مسئله دومی است که مسئله سرقت ادبی یا پلیجریزم است. در این کشورها، در کشورهای اروپایی، امریکایی کشورها، پلیجریزم یا سرقت ادبی بسیار جدی گرفته میشه و میتونه بسیار با آسانی هم پیدا کنه. سافتورهای هم هستن که با آسانی پیدا میکنن که شما حتی چند فیصد تقلب کردن. به او دلیل کوشش کنین خود شما نوشته کنین. همون مردم یک مثل میزنه، میگه آنچه از دل برآید به دل نشیند. به او دلیل آنچه خود شما روی صفحه کاغذ نوشته میکنین و رویش زحمت میکشین و این انکشاف میتین، 100% جالب جور میشه. اگر شما از جای کاپی پیست کنین، شما خود ربط داده نمیتونین با امو چیزایی که نفر نوشته کرده. با او اساس برای شما فردا اگر در اینترویو شما رو بخواه از شما پرسان کنه، شما ربط داده نتونین با او چیزایی که در موتیویشن لیتر نوشته کردین، برای شما مشکل ساز میشه. خیلی امکانی از این هم وجود داره که در سفارت وقتی شما را به خاطر دادن ویزا میخواین، از شما پرسان کنن و 100% هم پرسان میکنن که برای چی میرین، چرا میرین، چی دلیل است که میرین، چرا بیرقم هزاران سوال شاید برای شما بپرسن که باز در اونجا برای شما مشکل برانگیز شد. به او خاطر خود شما نوشته کنین و فعلا امکانات بسیار وجود داره که همو متن بسیار خراب خود به یک متن بسیار عالی تبدیل کنین. خب نکته بعدی من میخوایم اشاره کنم، روی کلمه های بسیار مغلق و پیچیده باید تمرکز نکنیم، روی محتوا تمرکز کنیم. خیلی کسا که بعضی کلمه های لوکس و تازه را یاد میگیرن، خصوصا در انگلیسی که یاد میگیرن، اینا را فکر میکنن کلمه بسیار مناسب برای بورسیه هم است، حتما در انگیزه نامه باید ذکر کنم. به او خاطر او را استفاده میکنه، ولی شما میبینید که در انگلیسی یک لغت میتونه 10 تا معنا داشته باشه. شاید معنای دقیق رسانده نتونه شما را دچار مشکل کنه. به او خاطر با زبان ساده تر نوشته کنین، ولی باید روی محتوا توجه کنین. تجربه های خود کانکریت یا مشخص بیارین، با مثال، با ایمپکت یا تأثیری که روی زندگی شما، روی زندگی کسای دیگه داشتن، باید اینجا نوشته کنین. نه اینکه دنبال جمله بندی های لوکس برین. استادا یا کمیته که یک انگیزه نامه رو میخواند دنبال این نیست که شما کلمه بسیار لوکس استفاده کردین یا نه، ولی اکادمیک رایتینگ رو باید یاد بگیرین. اکادمیک رایتینگ خیلی مهم است، به خاطر از اینکه کمیته ای که بررسی میکنه اونا دانشمندا و محققین و استادا هستن. اگر اکادمیک رایتینگ نباشه بسیار برایشون سخت تمام میشه تا که بخونن. مثلا به جای help assistance استفاده کنین یا assisted استفاده کنین. همین رقم یک کلمه های دیگه اکادمیک رایتینگ شما میتونین در گوگل سرچ کنین که آدم چی چیزا رو باید رعایت کنه. خیلی مواردی است که باید در اکادمیک رایتینگ رعایت کنه آدم. و جمله های شما روان باشه، ساده باشه، با همون کلمه های ساده و سبک هم تأثیر بسیار خوب داره، به جای ای که شما کلمه های سخت و مغلق و پیچیده رو بیاره. موضوع بعدی ای است که در این روزا AI یا هوش مصنوعی بسیار انکشاف یافته، خصوصا در قسمت تولید متن خیلی کمک میکنه. من نظر می است که از این استفاده کنین
100% استفاده کنین، ولی نه به حدی که ای آی کاملا برای شما ای سند بسازه یا انگیزه نامه رو نوشته کنه. ای آی شما را کمک میکنه که متن شما را بهتر کنه. برای شما میتونه نظر بده که 10 تا نظر بده، یک جمله رو مثلا 10 نو نوشته کنه، شما از بینش انتخاب کنین. ولی طوری نکنین که فقط بگوین برای ما یک انگیزه نامه نوشته کن و اون برای شما نوشته کنه و شما ای را هم سبمیت یا ارسال کنید. مشکل ای آی ای است که فعلا همه اداره ها تقریبا آماده از این است. خیلی سیستم های ساخته که پیدا کنه که کی با ای آی نوشته کرده و کی با ای آی نوشته نکرده. امکانات از این فعلا وجود دارد، در آینده هم بیشتر و بیشتر میشه. و ای که یک متن را هوش مصنوعی تولید کنه، فردا هوش مصنوعی هم میتونه که این متن را دقیق بفهمه که خودم تولید کردم. و او اساس کوشش کنین خودش ما نوشته کنین، ولی از هوش مصنوعی کمک بگیرین. کل مردم کمک میگیره، فعلا همه کمک میگیره، من هم کمک میگیرم، ولی کاملا نسپارین ایره به دستی هوش مصنوعی. فهمیده میشه. کسای دوستایی که برای من موتیویشن لیتر خود روان میکنه من میفهمم. و کمیته ای که از دانشمندان و محققین هستن، استادای دانشگاه هستن که سر و کارش با متن و اینا هستن، اونا هم 100% میفهمن. به او اساس اگر با آسانی بفهمه که توسط ای آی یک پاراگراف مکمل نوشته شده، خیلی بد است. شما میفهمید. خب چیز دیگه ای که در موتیویشن لیتر ذکر شوه یا باشه ای است، هیچ وقت فراموش نکنین در کشورهای ما و شما متاسفانه در قسمت آدرس دهی، شماره تماس، امضا، تاریخی بروز کس توجه نمیکنه. ولی در این کشورها، در کشورهای خصوصا آلمان، مهم است که شما یک نامه، موتیویشن لیتر که میگیم این نامه است دیگه یا مکتوب است که شما برای یک اداره یک جایی روان میکنیم. این مکتوب شما باید عنوان داشته باشه. شما میتونید در گوگل سرچ کنین که یک لیتر، یک نامه باید چی چیزا رو داشته باشه. یک نامه، یک انگیزه نامه باید 100% عنوان داشته باشه، آدرس شما در اونجا باشه، شماره تماس شما در اونجا باشه، تاریخ بروز توجه باشیم، تاریخ بروز در اونجا باشه، نه یکی از 5 ماه پیش، 1 سال قبل. چون انسان میتونه هر روز اپدیت شه، شما میتونید یک آموزش نو بگیرین، یک تجربه نو خلق کنین. به او خاطر انگیزه نامه شما باید بروز باشه. این بروز را شما توسط امو تاریخ نشانه کرده میتونین. شما باید تاریخ بکن و در اخیر نام خود نوشته کنین و در زیرش امضا کنین. 100%. اگر این کار نکنین، ای به عنوان یک موتیویشن لیتر با اعتماد شناخته نمیشه. اینمی اشتباه های خرد و کوچک باعث این میشه که کمیته از شما به یک نفر دیگه توجه کنه. یعنی شما بین 2 نفر فعلا رقابت است، احتمالاً که این نفر رو بگیریم یا این نفر رو بگیریم. میبینه که یک نفر منظم آدرس نوشته کرده، شماره تماس داره، نامش است، در اخیرش هم امضا کرده، موتیویشن لیترش تر و تمیز است. ولی از شما که امضا نداره، تاریخ هم نداره، یا تاریخ اگر داره از 1 سال قبل است، میگه من ترجیح میتونم که اینی آدم باشه تا ای که ای آدم. ایره خب هر کس، شما کسایی که در بخش استخدام اینا بودین، ما هم سالهایی در بخش استخدام بودیم، میفهمم که کسایی هستن که سی وی 4 سال 5 سال پیش برای ما روان میکنن، سی ویشون حتی تاریخ هم نداره و حتی در سی وی هم آدم موتیویشن لیتر نوشته میکنن. وقتی اونا رو روان میکنه، از تاریخش 10 سال پیش، 5 سال پیش یا 2 سال پیش باشه، برای آدم انگیزه ایر نمیته که آدم را استخدام کنه.
و بورسیه ها هم همین رقم یک چیز است. پیشتر هم همچنان در قسمت دیگه که گفتم که باید اکادمیک رایتینگ را یاد بگیرین. نباید بولد بسازین، رنگ بتین، هایلایت کنین. این چیزای کودکانه است و کسایی که دانشمند هستن، استادای دانشگاه هستن، به اینا علاقه ندارن. با سیمپل تکست علاقه دارن، با محتوا علاقه دارن که محتوا را شما چگونه تنظیم کردین، متن چگونه تنظیم کردین و هر پاراگراف شما با همدیگه ارتباط داره. این برای اونا مهم است. نه ای که شما یک جای بولد بسازین که ما یعنی جای تحقیق کردم، ما یعنی رو خواندیم، ما یه آموزش دیدیم. اینا هیچ اهمیت نداره. این کار نکنین، جالب نیست. متن ساده نوشته کنین. حتی دنبال فونت، در فونت هم توجه کنین. فونت هایی که در اکادمیک رایتینگ استفاده میشه بسیار محدود است. فونت های ساده مثل اریال نه. بس فونت های ساده استفاده کنین. باز متن هم خیلی کلان و بولد نکنین، بزرگ نکنین. متن مثلا متن استاندارد امی 11 سایز 11 و 12 است، از همین ها استفاده کنین. اگر شما سایز 14 و 15 استفاده کنین جالب نیست. خب اینی کارا را لطفا نکنین. آنچه که باید بکنین مهم است. در قسمت موتیویشن لیتر، موتیویشن لیتر هر کس نوشته میتونیم مالی لازم. حتی در کلاس هم من به نظر فعلا در این عصر جدید نیست. شما در گوگل سرچ کنین، هزاران نمونه موتیویشن لیتر برای شما میه. متنایی است در این قسمت. در یوتیوب برین، ویدیوهای بسیار زیادی تولید شده برای شما میگه. موتیویشن لیتر میتونین نوشته کنین، از هوش مصنوعی هم میتونین کار بگیرین. ولی یک چیز فراموش نکنین که وقتی شما نوشته کردین 100% موتیویشن لیتر خود پروف رید کنین. ایره نه تنها یک نفر، دو نفر، 10 نفر، بلکه هر چقدر که میتونین شما به افراد روان کنین، نظرشان رو بگیرین، تغییرات بیارین. خب هر چقدر که شما ایره با مردم شریک میسازین، همون قدر بهتر شده میره، پخته تر شده میره. کسی هر چیزی میگه شما کلش، پیشتر گفتیم که کلش شما در نظر نگیرین. چیزی را در نظر بگیرین که میفهمین واقعا درست است. به او خاطر موتیویشن لیتر خود حتما پروف رید کنین یا توسط دیگران بمانین که چک شوه، بررسی شوه و نظر داده شوه. شما باید حتما هر نظری که میگیرین در اونجا تغییرات بیارین. خود شما، من خودم که یادم است، من شاید بالاتر از 100 دفعه من خودم موتیویشن لیتر خود از اول تا آخر خواندم. در هر دفعه که من میخواندم یک تغییرات در یادم میآمد که من باید این جایش باید تغییر بیارم. تغییر می آوردم. بعد یک هفته بعد باز دوباره میخواندم، بازم متوجه می شدم که این جایش مشکل داره، این باید اصلاح شود. اصلاح میکردم و همین رقم 100 باری که من خواندم 100 بار من اصلاح کردم. با افراد بسیار زیاد ما شریک ساختیم، از رفیق و دوست گرفته تا استادای دانشگاه، تا کسایی که حتی نمیشناختم به ارتباط شدم و نظرشان گرفتم. خب در قسمت ای که مردم با شما همکاری کنه، نظرم یا همون تیپ که میگه یا تکنیکی که ما برای شما میگم این است که اصلا اولین باری که شما موتیویشن لیتر نوشته میکنین با کسایی شریک نسازین که احساس میکنین اونا با تجربه هستن، اونا میفهمن. و اگر این کار بکنین اولین بار اگر شریک بسازین به شکل درافت، اگر ایره با اونا شریک بسازین، اونا 100% میگه من وقت ندارم، این کار نمیتونم. با آسانی. دلیلش همی است که علاقه من نیست همین انگیزه نامه شما رو ببینه، چون خوانده و دیده که این کیفیتی نداره که او نفر وقت خود روی ای بگذاره. به این دلیل شما کوشش کنین اولین باری که شریک میسازین با دمو دوستای نزدیک خود شریک بسازین.
اصلاح کنین، خود شما بخوانین اصلاح کنین. بعدا با استادایی که کمی نزدیکتر هستین شریک بسازین اصلاح کنین. بعدا در اخیر با کسایی که میشناسین ولی احساس میکنین که خیلی خوب هستن و تجربه و تخصص دارن با اونا شریک بسازین. و در اخیر با کسای شریک بسازین که میفهمین خیلی خیلی کمک میکنه ولی هیچ نمیشناسین از اونا، فقط از طریق لینکدین، فیسبوک یا از طریق یک دوست رفیق به ارتباط میشین، برای اونا روان میکنین. و وقتی موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه شما در اون زمان پخته شده باشه، قشنگ شده باشه، اون نفرها را جذب کنه که اینمی آدم واقعا ظرفیت داره و روی موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه خود توجه کرده، در اون صورت اونها هم 100% وقت میده برای ای که انگیزه نامه شما رو ببینه. اگر شما اون نفرها رو اولین بار به تماس شوین، حتما شما موفق نمیشین که نظری اونا رو بگیرین. به او خاطر همین روشی که من میگم اگر انجام بتین 100% شما رو کمک میکنه. خب ما هم خیلی کسا را متاسفانه رد کردیم. اول که ای که دلیلش این بوده که خودیم وقت نداشتیم، نفر زیاد بوده، برای ما سی وی ران میکنن، برای ما سی وی های خوده و اسنادهای خوده و موتیویشن لیتر خوده. و موضوع واقعا که من میگم از دل خود میگم این است که واقعا وقتی من میبینم یک کسی که یک متن درست نوشته نتانسته، پر از مشکلات های املایی است، پاراگراف با پاراگراف هیچ ربط نداره، جمله بندی ها درست نیست، امی شما اگر باشین هم این کار میکنین که وقت خود روی او هزینه کنین؟ نمیکنین. 100% میخواین ترجیح بدین به یک نفر دیگه، یک نفری که با کیفیت تر نوشته کرده، یک نفری که شما میبینین ظرفیت بیشتر داره و فردا احتمال داره که بورسیه رو بگیره، به او توجه میکنین. خب این نکته رو گفتم، خیلی کسا باید یعنی تیپس همین نکته رو باید بفهمن. خب موضوع دیگه که خیلی مهم است، شما یک دقیقه ببخشید. خب نکته دیگه این است که من پیشتر از اکادمیک رایتینگ زیاد صحبت کردم. شما این رو باید جدی بگیرین. کسایی که درخواست میتن برای بورسیه ها، اکادمیک رایتینگ خیلی مهم است. برای آینده شما هم به کار میاد، فعلا هم جستجو کنین که اکادمیک رایتینگ چی است. خیلی ها در مثلا در سی وی در انگیزه نامهشان نوشته میکنه که فعلا مردم افغانستان، فعلا مثلا 80% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. فرض کنیم ای آدم هدفش این است که ماستری خود در بخش اقتصاد بخونه، میگه 80% مردم افغانستان فعلا زیر خط فقر زندگی میکنن. من میخوایم در آینده در بخش اقتصاد تحصیل کنم تا ای که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان را رفع کنم. این حالی وقتی شما میگن فعلا 80% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه، کسایی که دانشمند هستن، محقق هستن، استادای دانشگاه هستن، به سوال به وجود میاد 80% واقعا زیر خط فقر است؟ او دنبال از این میگرده که آدم منبع داده ایره اینجا که نوشته کرده، یک غلوی بسیار کلان نیست این مسئله. اگر شما اینجا امو اکادمیک رایتینگ رعایت کرده باشین، منبع داده باشین، سایت کرده باشین که مثلا شما امی آمار را از کجا گرفتین، اینجا داخل قوس شما سایت میکنین، در پایین آدرسش شکل ریسورسز یا منبع، در اخیری
همین موتیویشن لیتر خود ذکر میکنین، لیست میکنین، استاد دقیق میره این سورس ها رو چک میکنه. اگر شما ادعا کرده باشین و او ادعای خود منبع نداده باشین، سبب این میشه که این انگیزه شما سبوک معلوم شود و کسایی که محقق و دانشمند و استادا هستن علاقمند این نباشه که انگیزه نامه شما را ببینه. به او دلیل هر ادعایی که شما در انگیزه نامه خود میکنین کوشش کنین ثابت کنین. اگر میگین مثلا ما ریسرچ پیپری یا تحقیق انجام دادیم که او در ژورنال فلان نشر شده، منبع بدین. اگر شما ذکر میکنین که ما در فلان پروژه کار کردم، اگر امکانش وجود داشته باشه وبسایت او پروژه رو یادداشت کنین، منبع بدین، سایت کنین. حتما این کارا رو بکنین که خیلی تاثیر خوب داره. استادی که یا امو دانشمندی که این انگیزه نامه رو میبینه خیلی برایش جالب و جذاب تمام میشه. به او خاطر شما حتما اکادمیک رایتینگ رعایت کنین و منبع بدین. این برای شما کمک میکنه. من می کار کرده بودم. یکی از کمک هایی است که او استاد میفهمه که اینمی آدم واقعا روش های تحقیق میفهمه، اکادمیک رایتینگ رو میفهمه یا نوشتار علمی رو میفهمه. فردا وقتی شاگرد مشوه یا شاگرد ما شوه مشکلی وجود نداره. خب اینا چیزهایی بود که من به عنوان ای که بکنین و نکنین برای شما گفتم. امیدوار هستم ای مفید تمام شود. صفحه بعدی. خب در این قسمت شما ببینید مثلا وقتم خیلی زیاد فکر کنم گرفته شد، شاید توجه زیاد روی این بخش نشه، سوال هم از دوستا شاید باشه. به خاطر من چند نکته رو اینجا برای شما میگم. مثلا جمله آخر شما ببینید، فرق بین یک رایتینگ خوب و بد ای است. I would like to study engineering. من میخوایم که در بخش انجینیرینگ درس بخونم. این همه کس میخواد این کار. ما که پیشتر گفتم که باید از turning point، از یک نقطه شروع کنین که او بسیار جالب تمام شود. او مثلا ای بوده میدونه. From an early age I was fascinated by how technology can solve real world problems. ما زمانی که خورد بودم من جلب شدم ای که تکنولوژی چگونه میتونه دنیا رو تغییر بده و مشکلات دنیا رو حل کنه. This interest led me to pursue engineering, where I developed projects focused on sustainability and accessibility. خب گفته که سبب ای شد که علاقه من زیاد شوه به انجینیری و ما پروژه های بسیار زیادی را در بخش sustainability یا پایداری و accessibility یا چیزی که به دسترس باشه بسازم. باز جمله بعدی باید همچنان ادامه پیدا کنه. هر جمله بعدی باید جمله قبلی را جواب بگوید یا بیشتر تکمیل بسازه. مثلا سوال اینجا به وجود میاد که چگونه این پروژه تو فوکس کردی روی sustainability و accessibility؟ کدام پروژه ها را انجام دادی؟ باز که او پروژه ها را انجام دادی او چگونه تغییرات آورد؟ چگونه تغییرات میاره؟ در پاراگراف های بعدی اینمی رقم فقط از یک جایی که شروع میکنین ادامه بتین، با همدیگر وصل بسازین. جمله اولی باید یعنی جمله بعدی باید دنباله جمله اولی باشه. جمله سومی باید جمله دومی را بیشتر توضیح بده. همین رقم تا آخر همین پاراگراف.
پاراگراف بعدی که شروع میشه باید او پاراگراف با پاراگراف اولی ارتباط داشته باشه. ما شاید بین 25 نفر ما اینجا خیلی کسایی داشته باشیم که در قسمت نوشتن حاکمیت خوب دارن، ولی باید شما طوری نوشته کنین که هر جمله با جمله دیگه ارتباط داشته باشه، هر پاراگراف با پاراگراف بعدی ارتباط داشته باشه و تا اخیر. اگر این کار نکنین، اگر با همدیگه کنکت نباشه، اینا وصل نباشه با همدیگه، خواننده منحرف میشه، خواننده نمیخواد دنبال کنه. جمله های بعدی رو وقتی شما میخوانید، جمله اولی رو ببینید: I am applying for this scholarship because. این جمله ها بسیار ساده است، ولی طوری باید نوشته کنین که مثلا The first time I understood the power of engineering was when I was at school and developed a turbine which worked with our local water system. باز انکشاف بتین همین مسئله را که چگونه شما انکشاف دادین، را چی کار کردین. باز اینا سبب ای شد که شما در دانشگاه لیسانس بخوانین، در این بخش کار کنین و این کاری که شما کردین واقعا تغییرات آوردین. آدم باید که کار میکنه در یک جامعه، در یک جای باید تغییرات بیاره دیگه. اگر شما کاری میکنین که هیچ ایمپکت یا تاثیر نداره، از او کار بیکار خوب است. خب شما ببینید یک مثال از موتیویشن لیتر را آوردیم اینجا که چگونه جالب پاراگراف ها رو با هم دیگه کنک ساختن یا وصل ساختن. از یک زندگی شخصی شروع کردن، از یک ترنینگ پوینت که ما گفتم، یا از یک نقطه ای که جرقه به وجود آورد که شما یک کاری انجام بتین و یک درس بخوانین. مثلا گفته ای آدم در بخش مدیکال سکول درخواست داده، خواسته مدیکال یا طبابت بخونه. Having grown up surrounded by doctors. ای آدم گفتم من کسی بودم که در بین دکترها زندگی کردم، بزرگ شدم. I know the rewards and achievements to be found in having a positive impact on people's lives. خب همین رقم پیش رفته. I have also seen some of the lows doctors experience and how things don't always go according to plan. خب مشکلات را اینا توضیح داده. گفتم من در بین دکترها بودم و دکترها هم مشکلاتی داره. این واقعیت است. بعد در این جمله در این پاراگراف توضیح داده که به امو خاطر من خواستم my desire to become a doctor was strengthened when my best friend's father fell ill with a brain tumor. یعنی ببینین که از ریال لایف شروع کرده، این جذب میکنه خواننده را که این اطرافش دکتر بوده و این دکترها مشکلاتی داره و همچنانی رفیقش مریض شده و او هم تومور مغزی داشته بوده و باز میخواه خواننده بیدامه بده. His family was suffered as their father slowly became permanently mentally handicapped. Emotionally بحث کرده، emotionally آورده و جمله های بعدی را، مثلا پاراگراف بعدی را اگه بخونید شما: After witnessing this illness. ببینید جمله پاراگراف بعدی را با پاراگراف اول کنکت کردن. I began voluntary work at a local charity. این آدم میگم ما این مسائل باعث شد، این مشکلات باعث شد که من ولنتیری برم کار کنم. بعد امیر در این پاراگراف مکمل روی همین نکته بحث کرده، جای دیگه نرفته، فقط روی همین نقطه از اول که بحث کرده تا آخرش روی همین نقطه است. بحث کرده که ما چرا رفتم در این چریتی کار کنم و این چریتی چی تغییراتی برای ما آورد، در این چریتی چی رقم افراد بود و چی تأثیر روی ما آورد. یعنی یک سیچویشن، یک حالت داده. پاراگراف بعدی رو ببینید شما: I felt I needed to reinforce my insight into medicine as a career at a higher level by working for 3 weeks
at the University of Manchester Hospital. اینمی با قبلا که رفته بود به شکل چریتی کار کرده بود، حالا ببینین ایره تقویت کرده یا مجبور ساخته که باید در بخش مدیسین چند هفته باید کار کنه. بعد امیر توضیح داده دمی پاراگراف تا آخر را و جمله پاراگراف بعدی رو شما ببینین بازم کوتاه است ولی to the point است. My voluntary work at Newtown blah 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 has allowed me to obtain not only strong communicative and interpersonal skills but also showed me how to positively interact with the support with and support the local community. خب اینجا ایمپکت گفته من چی کارایی کردم و این چی تاثیراتی در جامعه ما آورده. همین رقم تا آخر. حتی این چیزی که من یادم رفت، شما اسپورت یا هر چیزی که برای شما کمک میکنه این آدم نوشته کرده، دیده که این سپورت یه آدم را چگونه کمک میکنه، اگر سپورت انجام بده چگونه ای را کمک میکنه. برای این کشورها این مهم است. برای ما مردم سپورت اینا مهم نیست وقتی شما در یک جایی بخوانید، ولی برای این مردم مهم است. وقتی یک کسی سپورت انجام میده او صحتمند است. وقتی کسی صحتمند است درست فکر میتونه. وقتی درست فکر کنی حتما یک تغییرات هم در جامعه آورده میتونید، تغییرات مثبت. دیگه این قسمت آخر روی سپورت و اکسترا کریکولار اکتیویتی و ایگا پای خود توضیح دادم. البته از این موتیویشن لیتر با توقع یک موتیویشن لیتری ماستری نکنیم. این یک موتیویشن لیتر ساده است، یک صفحه بود. من به عنوان مثال اینجا آوردم. این فقط به خاطر انترنس یا ورود به سطح لیسانس است، ولی برای ماستری شما بیشتر توضیح میدین. شما تجربه های بیشتر دارین در زندگی. وقتی شما رو گرفتم بسیار زیاد امیدوار هستم چیزای نکته های مثبت اشاره کرده باشیم که به درد دوستا بخوره. در این قسمت اگر سوال و نظری داشته باشین در خدمت هستیم. در قدم نخست خسته نباشین، سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد سلامت. بابت معلومات های بسیار مفیدتان. انشالله که بتانیم ازش استفاده موثر انجام بدیم و واقعا جان افتخار است که امروز شما را داشتیم و تانستیم که معلومات هایی را که در فکر ما نبود یا نداشتیم یا کمتر معلومات داشتیم را بتانیم که امروز بهتر معلومات پیدا کردیم. جهان سپاس و واقعا جای تقدیر است و جای تشکر دارم.